دیگر نان میخوری، گوشت میخوری، هر چیزی که پلاو میخوری دلت میخواد بخور. اما مسئله اساسی مسئله ناموس است. کاش حاجی ظریف خودش رو آتش نمیزد، کاش عروس کلین یک جوان خودش رو به دریا نپرتوید. کاش این ملت بیاد بگوید که ما باید تلاش کنیم برای حق اعتراض داشتن علیه حکومت، علیه بی‌عدالتی جان خود را حفظ کنیم. من این حکومت را حکومت بی‌ناموس می‌نامم. من حالا فردها را کار ندارم. در حکومت جمهوری تاجیکستان هستند کسانی که انسان‌های با ناموسند. اما وقتی که شما در داخل یک سیستمی هستی که در اونجا بی‌ناموسی شعار هست، نامرد باش و زنده باش شعار هست، ما میتوانیم در صورتی که هیچ چیز رو نمیتوانند در اونجا شعار هست، بی‌ریایی و بی‌شرفی شعار هست، یک انسانی با ناموس نمیتواند در اونجا حالا بگیم که خودش رو حفظ کند. میگن که با یک گل بهار نمیشود. اگر چند نفر در حکومت امروزه که کار میکنن و من میدونم میشناسن که انسان‌های واقعا صاحب کرامت و با ناموس هستند، اما فضا و محیط یک محیط واقعا بی‌ناموسی است. حکومت تاجیکستان از ملت قرضدار است. حالا من این دزدیایی که به آفشور بردن پنهان کردن $10 میلیارد اینها را کار ندارم. از کارگران راغون، از کارگران تالکو، از معلمان، از دکترهایی که در صف اول مبارزه با کرونا ویروس هستند، از اهالی تاجیکستان، حکومت امروزه کشور 2 ماه 3 ماه حق معاششان قرضدار است. رحمتی پدری من خدا رحمتش کند میگفت که پسرم حالش که قرض نگیر، قرضگیری آدم رو به بی‌ناموسی میبرد. اما اگر زندگی طرز شد که مجبور شدی قرض بگیری، تا روزی که قرضت رو نمیکنی حق نداری که در نانت روغن اندازی. یعنی معنی گپ این که یک نان با روغن و گوشت و شیرینی خوردن تو بی‌ناموسی است، حرام است. نان قاق بخور ولی قرضت رو بکن. بعدی که قرضت رو کندی دیگر نان میخوری، گوشت میخوری، هر چیزی که پلاو میخوری دلت میخواد بخور. اما مسئله اساسی مسئله ناموس است. حکومت جمهوری تاجیکستان از تمام داخل و خارج از دال و درخت قرضدار است. اما امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با کمال بی‌ناموسی میاد برنامه‌های باز نمیدونم جشن‌ها را آمادگی ببینید، فلان مراسم را برگزار میکنیم. دوستان عزیز، برای یک آدمی قرضدار که از داخل و خارج و از ملتش قرضدار است، رقص و بازی کردن حرام است، بی‌ناموسی است. خوش و خرسندی کردن و مردم را تحقیر کردن که من پول شما را نمیدهم، معاش شما را نمیدهم، خودت را بسوزان، خودت را آتش بزن، به دریا پرتا، اما من برنامه رقص و بازی خودم را بیکار نمیکنم. این به وقت خودش باید انجام شود. وقتی در یک فضای بی‌ناموسی حاجی ظریف نمیتواند دیگر زندگی کند. کاش حاجی ظریف خودش رو آتش نمیزد، کاش عروس کلین یک جوان خودش را به دریا نپرتوید. کاش این ملت بیاد بگوید که ما باید تلاش کنیم برای حق اعتراض داشتن علیه حکومت، علیه بی‌عدالتی جان خود را حفظ کنیم. از کشته شدن، از آتش کشیدن خود بدانید ملتی عزیز، نه حکومت پروا میکند، نه کسی غم شما را میخورد. یک روز 2 روز مینویسند، گریه میکنند، فراموش شده رفته دیگر. ملتی عزیز، مردم شریف، هر کسی که ما را میشنوید، بله میفهمم گاها جان بلد میرسد، ناامید میشوید، نمیدونید به کی مراجعت کنید، اما خودکشی هم از لحاظ دینی مبین اسلام حرام است، هم هیچ فایده برای مبارزه شما برای اعتراض و عدالت خواهی نخواهد داشت. پس وظیفه ما و شما این است همکاران عزیز که در این شب و روزها این اعتراض ملی را که الکی دارد شکل میگیرد، قدم به قدم آهسته آهسته مردم دیده ایستادند که دیگر نمیتوان از این بیشتر تحمل کرد، این را اجازه ندهیم که خاموش شود و پشتیبان این مردم باشد.